اینجا پایگاه آبکشی رقم 3 کارخانه واحدی دولتی صدف در شهر خوجند است. با تجدید و از نوسازی این پایگاه تأمین آب نوشاکی ساکنان منطقه چشمه شهر خوجند 10 ساعت گردید. از این پیش آب تأمین کنی به این منطقه همگی 3 ساعت را تشکیل میداد که آن باعث سر و صدا و نگرانی ساکنان این محل ها میگردید. از نوسازی فقط همون قبروی شاخ قبر نوکردگی تا اینجا از تأمین کنی آب 2 ساعت از 3 ساعت تا 10 ساعت رسید یک شبانه روز. خودی چشمه 1 و 2 صفت آب پیشتر گوین نامش ساعتی وای آب تأمین کنی گویا که تا 5 ساعت اضافه شد. پس از تجدید پایگاه آبکشی رقم 3 فشار انتقال آب نسبت به سالهای پیش 2 برابر بهتر گردیده است. زیرا پیشتر ساکنان این محله ها از پست بودن فشار آن شکایت میکردند. حالا باشد از روی گفته متخصصان فشار آب بهتر شده است و وابسته به این مسئله شکایت شفاهی و خطی و قید گرفته نشده است. سطح آب تامین کنی چنانه که همگان به فکرم میدانند در حالتی نه آنقدر خوب بود. من امروز ما زیاده از 8 ساعت 10 ساعت آبی صفتاً بلند با فشار نسبت به پیشینه 2 برابر افزون تامین نموده ساده. برای پره 24 ساعت با آب نوشاکی تامین نمودن ساکنان این محله میباید 2 میلیون سومانی مبلغ خراجات شود. تا امروز مسئولین کارخانه واحدی دولتی صدف یک از 2 میلیون سومانی آن را برای نصب و خریداری نسازهای آبکشی استفاده کردند. حالا تجهیزات دیگری زمانوی پایگاه را انتظارند تا کارهای وصل و نصب را ادامه دهند. امروزها بعد از گذراندن کارهای تجدید که زیاده از 2200 متر قبورهای قطرشان 315 از منطقه قسم آب تامین کنی 1 و 2 به قسم آب تامین کنی 3 که گذرانده شد برای تامین نمودنی مخصوصا اهالی چشمه ارزنه نسبتاً به پیش 2 برابر زیاد کرده شد. ما نقشه داریم که در آینده با وارد گردیدن یک نساز آب بردار که با اقتدار 300 متر کوبی در 1 ساعت پیش بینی شده است محله چشمه ارزنه را با آب نوشاکی با مدتی شبانه روزی تامین نماییم. احتمال می‌رود که آب نوشاکی چندی از محله‌های چشمه شهر خوجند تا سنه 10 اکتبر به 24 ساعت رسانده شود. یعنی در این مدت باز یک تجهیزات زمانوی آبکشی نصب می‌گردد و سپس فشار و صفت آن باز هم بهتر شده تأمینات ساکنان با آب نوشاکی خوش صفت شبانه روزی خواهد شد. گزارش مفنوشکر و نعیم جان ایوبوف برای برنامه اطلاعاتی خبر.